درود عزیزان، باز هم شبی دیگر و در ادامه صحبت هایی که قرار بود ما در مدت 10 شب با شما عزیزان باشیم در خصوص آنلاین بیزنس و مزایای اون. با این تفاوت که در امشب ما 2 مهمان عزیز داریم، سرکار خانم نسرین و ملیحه جان گرامی. خیلی ممنون از شما عزیز که وقتتون رو خالی کردین و امشب رو به ما اختصاص دادین تا دقایقی در خدمتتون باشیم. اول نسرین جان ممنون میشم که خودتون رو برای عزیزان ما معرفی کنید. ممنونم. من نسرینم، همونجور که شما گفتید، از کالیفرنیا. ممنونم از اینکه ما رو دعوت کردید، خیلی ممنون. من حالا نمیدونم یه معرفی کلی حالا برای کسایی که توی پیج شما هستن و منو نمیشناسن. من حدود تقریبا 12-13 سال پیش مهاجرت کردم با فامیلم، با همسر و بچه‌ام به کالیفرنیا، به یونایتد استیت. و من توی ایران مستر هنرهای تجسمی بودم، اونجا معلم بودم، حدود 19 سال کار کردم اونجا. و وقتی اومدم اینجا تو فیلد مدیکال شروع کردم به درس خوندن و الان به عنوان اولتراساوند تک سونوگرافی خوندم و الان به عنوان اولتراساوند تک حدود 8-9 سال هست که دارم کار میکنم توی ایمیجینگ سنتر و هاسپیتال و اینا. بسیار عالی. و ملیحه جان شما؟ منم سلام میگم خدمت شما و همه دوستانی که دارن الان تماشا میکنن چی بعدن. همونطور که آنایتا جان گفتن اگه اشتباه نکنم، من تو آمریکا زندگی میکنم همراه خانوادم و نزدیک 23 سال میشه اینجا. 16 سال کار معلمی انجام دادم. از بچگیم این آرزوم بود و چون نتونستم قبلا درسشو بخونم، اینجا که آمدم دنبالش رفتم، درسشو خوندم و 16 سالم کار کردم و به شرایطی رسیدم دیگه فکر کردم که واقعا دیگه الان باید کاری انجام بدم که کمتر بیرون کار کنم، چون 2 تا نوه گلی دارم، میخواستم که وقتی بیشتری کنارشون بگذرونم. این بود که دنبال موقعیتی میگشتم که خوشبختانه با این کار دیجیتال مارکتینگ آشنا شدم. سال اول هم بیرون کار میکردم از یک معلم، همین کار رو انجام میدادم و بعد از 1 سال که منفعت‌های زیادی ازش دیدم از این کار دیجیتال مارکتینگ، کار معلممو ول کردم. اصلا بهتون نمیاد شما نوه داشته باشید؟ واقعا بهتون نمیاد بزنم به تخته. خب ملیحه جان، نه آنی جان شما اول خودتون رو معرفی کنیم برای دوستای ببخشید من از ذوق زدم، من مهمون دارم اصلا. منم خودم رو معرفی میکنم برای عزیزانی که در صفحه ملیحه جان و نسرین جان من رو میبینن. آنیتا ماندگاریان هستم، به مدت 17 سال هست که به آمریکا مهاجرت کردم، در کالیفرنیا زندگی میکنم، اینجا ازدواج کردم و صاحب 3 پسر شیطون شدم، از اون مامان بیزیا شدم. و مدت تقریبا 1 سالی هم هست که این بیزنس رو شروع کردم و الان هم در خدمت شما هستم. آنی جان قبل از اینکه سوال کنی شما. بله سلام به همه دوستای خوبم. منم آنی زمردی هستم و توی ایران حسابدار بودم. به مدت 10 ساله که به همراه همسرم توی دالاس آمریکا هستیم، به همراه یه پاپی شیطون که اگه صداشو شنیدین پاپی منه و اینجا هم کیک دیزاینر هستم و خوشحالم که در خدمت ملیحه جان و نسرین جان هستیم. من گذشتم هم نگفتم، بذارین گذشتم هم بگم. من میگم ذوق زیادی. من قبلا در ایران مدیکال اکیوپمنت انجینیرینگ خوندم و اینجا هم حسابداری خوندم، کار حسابداری انجام میدم و در کنارش هم این بیزنس رو داریم. و در اینجا از نسرین عزیز یک سوالی دارم، میخوام بدونم که نسرین جان چی شد که این بیزنس رو انتخاب کردی؟ آره دیگه همه یه چرایی دارن، منم چرامو بگم. همونجوری که گفتم من 19 سال تو ایران معلم بودم
بعد اومدم اینجا شروع کردم که خب اینجا باز دوباره درس خوندم و تا اینکه حالا ما شروع کردیم به کار کردن. تقریبا 1.5 سال پیش یه سرجری داشتم، این حالا توی اکثر ویدیوهام گفتم، یه سرجری داشتم. بعد از اون اینقدر این چون میگم به قول معروف یه تلنگری که همش به من بگه که اگر تو 3 ماه مجبور بودم تو خونه باشم و همش فکر میکردم که اگر یک زمانی بشه که من نتونم کار کنم، خب سنم هم اونقدر نیست که بخوام 30 سال دیگه بگم کار میکنم تا برسم به بازنشستگی. اگه یه مسئله پیش بیاد که حالا بالاخره مجبور بشم از خونه کار کنم یا یه کاری اصلا نتونم کار خودم رو انجام بدم، کاری که همش با دست باشه و نیاز داره که من همش آپدیت بشم، همش مجبورم پاتولوژی ها رو بخونم، همش چیزای مختلفی که به روز میشه رو نگاه کنم، خب همیشه شاید نتونم این کار رو انجام بدم. چی کار میتونم بکنم؟ و دنبال واقعا یه کاری میگشتم که از خونه بتونم اون رو انجام بدم، که اگه یک زمانی نتونستم برم سر کار، با اینکه خیلی ناراحت بودم. اینو بگم که من واقعا یعنی شاید بگم اولتراسون به عنوان اولتراسون تک این کارم رو خیلی بیشتر از شاید معلمی هنوز دوست دارم. خیلی دوست دارم این کار. حالا اونم خیلی دوست داشتم ولی اینو واقعا دوست دارم، تو خیلی میتونم کمک کنم، خیلی به مردم، به مریضا، به همه. ولی این یه مرتبه منو تو فکر فرو برد که چی کار باید بکنم. یه کاری میخوام که مثلا بتونم از خونه کار کنم. تا اینکه انقدر حالا سرچ کردم، مثلا آمازون سرچ کردم، بعد دیدم آمازون من باید محصول بخرم، باید 40% به آمازون پرداخت کنم، محصولی که میخرم نمیدونم که اصلا باید یه استوریج داشته باشم براش، یه جایی داشته باشم، بعدش هزینه اون استوریج رو باید بدم. بعد من نمیدونم که اصلا این اگر چی میگن تاریخش بگذره اون محصولات من به فروش نره این چیزا، اون موقع میخوام چیکار کنم. دوباره باز برگشتم گفتم خب من چون کار هنری هم خیلی دوست دارم، دوست داشتم که توی کارهای هنری مثلا کار کنم برای پلتفرم‌های مختلف. بعد رفتم سرچ کردم دیدم من فقط یه دونه پلتفرم یوتیوب رو بخوام یاد بگیرم، اولا که اون یادگیریش اصلا مثل یادگیری آموزش‌های ما نیست. یه CD برای شما میفرستن میگن اینو چیز کنی، CDش هم خیلی گرونه. اون کورسایی هم که میگذرونین یا باید برین تو کالج این کورس رو بگذرونین، یا اینکه اگر بخوایم بگذرونین بیشتر از 12-13 هزار دلار من باید فقط صرف یادگیری اون میکردم و اصلا نمیدونستم که آیا واقعا کار میکنه یا نمیکنه. تا اینکه یه عدی رو دیدم و مثل همه ماها که با یه عد اومدیم توی این بیزینس، یه عدی رو دیدم و بلافاصله تصمیم گرفتم. البته روش کار کردم، اول فکر کردم، بعد یکم پرسجو کردم. خب میبینین وقتی که شما دنبال یه چیزی میگردین هم چیزای منفی براتون میاد هم چیزای مثبت، ولی من بیشتر همیشه جنبه مثبتش رو در نظر میگیرم بعد منفیش اگر خلافش ثابت بشه. و تحقیق کردم دیدم نه اصلا واقعا یه سیستم یعنی یه بیزینس سیستم داری هست. و بعد گفتم خب اون 149 دلار رو من پرداخت میکنم تا کامل سیستم رو یاد بگیرم، ببینم مثلا سیستمش چی میگه، چی میخواد. دیگه اون 149 دلاری که پرداخت کردم و این سیستم رو دیدم، اون چیزی که واقعا از چیزایی که من خیلی دوست داشتم تو این بیزینس این مسئله بازنشستگیش. اولا اینکه من تو خونه کار میکردم، میتونم یعنی از تو خونه کار کنم، وقت زیادی نمیخواست که من بذارم. و دومی که بعد از 5 سال من میتونم یعنی یه پول ثابت بازنشستگی بگیرم که حالا شما تو هر جایی کار کنین اینقدر با کار که من تازه تو همین فیلد خودم اگر کار کنم بیشتر از 65 سال که بازنشستگی بگیرم، بازم اون درآمد خوبی حالا معقول شاید بده ولی اونقدر خوب نیست که نسبت به زحمتی که آدم میکشه. من روزی 10 ساعت کار میکنم، نسبت به اون تایمی که میذارم شاید اونقدر بازنشستگی خوبی من نده. و واقعا اون چیزی که منو جذب خودش کرد برای این بیزینس همین بازنشستگیش بود که خیلی احساس کردم که نه این واقعا شاید برای من کار کنه و این خوبه که من بالاخره 5 سال 6 سال روی این کار میکنم، مدت کوتاه‌تری کار میکنم با تایم کمتری، ولی میتونم یه بازنشستگی خوب بگیرم. درسته. این دلیل این که من وارد این بیزینس شدم. خیلی هم عالی. آنی جان شما می‌خواستین سوال بپرسید. رنا جان، خیلی ها از ما میپرسن که
شما میگین ما توی این بیزنس هیچ محصولی خرید و فروش نمی کنیم. پس شما توی این بیزنس چی کار میکنید؟ اگه لطف کنین که توضیح بدین که واقعا کارمون توی این بیزنس چیه، ممنون میشم. خواهش میکنم. ما هیچ کار نمی کنیم، فقط نشستیم تماشا میکنیم. بله، سوال خوبی کردیم. ببینید اصلا هیچ بزنسی بدون فروشندگی اصلا امکان نداره. خب بزنس ما هم همچنین مثل بقیه بزنس ها خب آف کورس فروشندگی داره، ولی خوشبختانه خود ما شخصا این کار رو انجام نمیدیم اصلا. من خودم وقتی که میخواستم به حساب اومدم دوره 30 روزه، اولین سوالی که من داشتم از کوچ این بود که آیا من باید برم جنسی رو دستم بگیرم، تبلیغش کنم، بفروشم، استفادهش رو بکنم، نمایش بدم در خونه همسایه، دوست، این کارا رو باید انجام بدم، چون واقعا نمیگم کار بدیه، من خودم شخصا اصلا علاقه ندارم. اولین سوال من همین بود. وقتی مطمئن شدم دیگه شروع کردم بزنس رو، دیگه اصلا پشت سرم هم نگاه نکردم، چرا که واقعا خود ما مستقیم این کار فروشندگی رو نمی کنیم، اتوماتیک سیستمی داریم که این کار بر ما انجام میده و بقیه پروسس هاش هم همچنین کمپانی خود ما انجام میده که ما اصلا گرفتار اون پروسس هاش نمی باشیم خوشبختانه. خیلی عالی. ممنون ازتون ملیحه جان، مرسی. سوال دومم من دارم. آنی جان شما میخواین اول بپرسین یا سوال دوم دارم ولی از ملیحه جان. خب بپرس، من اجازه میدم بپرسی. برخورد اطرافیانتون وقتی که میخواستین این کار رو بکنی، با شما شروع بکنی، چی بود؟ اوکی دادن؟ مقاومت کردن؟ نکن بکن کردن؟ راستش رو بخوایم خب این جور مسائل پیش میاد، کم زیاد بالا پایینی. خب نه تنها توی این مسئله کار ما که مثلا آنلاین بزنس که میخواستم شروع کنم، خب تو هر مسائلی که آدم تو خانواده میخواد یه قدم جدید برداره، خب همه آزادن، همه اجازه دارن که نظراشونو بدن و پیشنهاداتشونو بدن. خب آف کورس که وقتی میخوایم یه کاری بکنیم همه خب یا نظر مثبت یا نظر منفی، خب اولی که خب از دوستی گفته میشه، خصوصا که از خود داخل فامیل خانواده مثلا همسر یا مثلا دختر یا پسر کارن چیزی میشنوه، خب واقعا میخوان که بهترینا رو برای آدم میخواین. ولی خب ما همه انسان ها میدونیم که خداوند به ما عقل داده و تحقیق میکنیم، بررسی میکنیم، جستجو میکنیم. منم وقتی میخواستم شروع کنم، چون واقعا هدفمو میدونستن، فامیل مثلا بچه هم میدونستن، دامادم میدونست، شوهرم میدونست، خب واقعا دنبال موقعیتی بودم، ولی اون موقعیت چی باشه نمیدونستم. میگفتم کاری باشه که بتونم از خونه انجام بدم، درآمد خوبی داشته باشه. تنها چیزی که توی ذهنم میومد برای خودم مثلا پریسکول درست کنم، از خودم داشته باشم، ولی خب بازم یک کاری بود که اصلا با عقل جون نمی آمد، چون بیشتر وقت منو میگیریم. میگفتم فقط یک کاری باشه، نمیدونم چی باشه، اصلا توی فکر بزنس هم نبودم. خب تا اینکه با این موقعیت آشنا شدم و خب ماهایی که توی نورت آمریکا زندگی میکنیم یا کسایی که توی استرالیا جایی هستن که زندگی میکنن خارج از کشورهای ما، یعنی هیچ کس کاری نمیاد آزادانه اناونس کنه بگه که غیر قانونی باشه. خب آف کورس وقتی من آشنا شده بودن از اون لحاظا فامیل همه میدونستن که کار درسته، کار قانونی است. اون که من از عهدهش برمیام چون اسم بزنس روش بود، یه خردایی مثلا شک داشتن که من بتونم انجام بدم یا نه. ولی خب من شروع کردم چون به خودم باور داشتم، به بزنس ما باور داشتم، چون از چشم خود دیده بودم. اومدم دوره 30 روزه همه چیزو از چشم خود دیدم، از گوش خود شنیدم و پتانسیل بزنس رو که دیدم، دیگه قدم بعدی خودم بودم که اونم به خودم باور داشتم. گفتم این همه آدم که دارن من از چشم خود میبینم که دارن درآمدزایی میکنن، از کجا به کجا رسیدم، پس فرق من با اونا چیست؟ فقط من باید تلاش کنم که اونم دیگه میدونستم که اگه بخوام حتما میتونم. بسیار عالی. خیلی هم عالی. و نسرین جان
یک سوال دیگه این وسط پیش اومد برای من بله چه تفاوتی بین ساعت در واقع شما در پوزیش درست هستش که شما آلتراساوند در واقع تک هستید، ولی خب در واقع جایگاه کاریتون به عنوان یک کارمند هست، ولی در این آنلاین بیزنس خودتون هست. من میخوام چه تفاوتی رو احساس کردید ما بین این که اون کار 9 to 5 بتون با این کار بیزنستون از نظر شخصیتی چه مثلا زمینه‌ای برای شما آماده شد؟ آیا تغییراتی تو خودتون دیدید با شروع این کار یا نه مثل هم دیگه بود؟ تفاوت که خیلی داره. اتفاقا من اخیراً دارم یه ویدئویی میسازم که حالا ویدئوی کوتاهیه، ولی در مورد این که کلاً مردم با 4 روش پول در میارن. یکیش ایمپلوییه یا همینی که ما برای یه کمپانی کار میکنیم، حالا دومیش سلف ایمپلوییه، بعدش بیزینسه و بعدش اینوست. حالا این 4 تا رو من همینجوری دارم ضمنی میگم، ولی این کاری که من برای یه کمپانی دارم الان کار میکنم اینو ایمپلوییه، که یعنی من کار میکنم هرچی من بیشتر کار کنم اونر من پولدارتر میشه. من شاید به عنوان اضافه کار کنم، ولی تکسی که من میدم بیشتر از اون 4 مورد دیگه است. یعنی از بیزینس و سلف ایمپلویی و اینوستور من بیشتر دارم تکس میدم به دولت. یعنی خودتون میدونید مثلا توی آمریکا و کانادا یا فکر کنم تو اروپا هم همینطوره، یعنی همه جا، ولی اون امپلویی همیشه پول بیشتری میده. شما اضافه کار بکنید، من اگه به جای 10 ساعت 12 ساعت کار کنم، درسته که 2 ساعت شاید اضافه کار داشته باشم، ولی این 2 ساعت تکسی که از من کم میشه خیلی بیشتره. ولی وقتی بیزینس خودتون رو دارین اینطور نیست، تکس کمتری رو شما پرداخت میکنید. تکس پرداخت میکنید به دولت، ولی چون بیزینس خودتون هست تکسی که میدید خیلی کمتر. دومین چیزی که واقعا یه فرق اساسی داره این هست که من 10 ساعت کار میکنم در روز، 10 ساعت از وقتم رو دارم میفروشم به کمپانی. یعنی من از وقتم رو دارم میفروشم، نه اینکه حالا مثلا درسته که حالا اون کاری که انجام میدم هم هست، ولی در اصل وقت خودم رو دارم، تایم خودم رو از زندگی خودم دارم میگذارم، 10 ساعت دارم کار میکنم ولی برای بیزینس خودتون اینجوری نیست. شما بیزینسی که دارید، مثلا همین بیزینس آنلاینی که ما داریم، میتونید شما 2 ساعت کار کنید، یا میتونم 3 ساعت کار کنم، میتونم مثلا 1 ساعت، مثلا یه روزی کار نکنم، و میدونم اون سیستم اتوماتیک این داره، این میتونه برای من لید بیاره، میتونه برای من کار کنه. و یه مسئله دیگه‌ای که حالا می‌خواستم اینجا بگم فراموش کردم، بذارید من اینو یادداشت کردم که اتفاقا بگم. یادم رفت. یادتون رفت؟ دست خطتون رو نمیتونیم بخونیم؟ نه دیگه اون چیزایی که نوشته بودم همه گفتم، ولی یه چیزی تو ذهنم اومد که بگم ولی فراموش کردم که چی میخوام بگم. ولی واقعا این خیلی مهم است که فرق بخواستم بین سلف ایمپلویی و ایمپلویی بگم. شما برای ایمپلویی مثل همینی که من کار میکنم وقتمو دارم میفروشم. سلف ایمپلویی هم بازم همینه، وقتشو میذاره کار میکنه. مثلا یه مکانیک که داره مثلا ماشین تعمیر میکنه، یا آرایشگر که داره کار میکنه، درسته؟ ولی خب بیزینس مال خودشه، میتونه کار نکنه، ولی اگه کار نکنه پول نمیگیره. ولی ایمپلویی من باید برای هر چیزی از رئیسم اجازه بگیرم. میخوام برم مرخصی، باید فرم پر کنم، بگم من میخوام برم مثلا 2 روز مرخصی، حالا اون قبول کنه نکنه. الان ما کسی رو داریم جای تو، نداریم جای تو، 1000 تا دنگ گفتن. ولی اینو میخواستم بگم که یادم رفته بودی. ولی بیزینسی که من دارم، من میتونم برم که هر چقدر دلم خواست میتونم برم مسافرت. هر وقت خواستم اصلا از مسافرت میتونم کارمو انجام بدم. من میرم مثلا شمال آمریکا، میتونم برم و مسافرتم برم، تفریحم بکنم و از اونجا کار کنم. کامپیوتر و موبایلمو فقط میبرم، میدونین؟ و این به نظر من همون تبلیغی که میشه که از هر جا و هر زمان. دقیقاً این درسته. اشاره بر این داره. دقیقاً این درسته. و فقط فرقش اینه که برای بیزینس شما باید، یعنی این
چیزی که هست اینه که شما اینوست میکنید. شما حتما باید یک پولی رو بذارید که بتونید بیزینستون رو ران کنید. ولی ایمپلوی یا این که من به عنوان یه ایمپلوی کار میکنم، من کار کنم پول میگیرم، کار نکنم پول نمیگیرم. ولی وقتی شما اینوست میکنید، یه هزینه ای رو میذارید و این بیزینس ما هم که به عنوان یک بیزینس دیجیتال مارکتینگ فرانچایز هست، یه پولی باید بذارید. این البته که باید برای شروع بیزینستون این کارو بکنید، ولی فرقش با بیزینس‌های آفلاین و آنلاین اینه که انقدر این پولی که شما میدید هزینه، یعنی خیلی کمتر از اون پولی است که مثلا شما بخواید یه رستوران بزنید، یا مثلا یه جایی رو باز کنید که مثلا چیزی رو بفروشید، مغازه‌ای رو داشته باشید، سوپرمارکتی رو داشته باشید یا هر چیزی شبیه. این فکر می‌کنم فرقای بزرگش بود که من فرقی بود که یه چیزی هم برای همون بازنشستگی که گفتیم، من اونو باید 30 سال کار کنم تا 65 سالگی باید من کار کنم، بعد تازه اون پولی که برای بازنشستگی میگیرم شاید اونقدری نباشه که توی این 5-6 سالی که من کار بیزینس داشته باشم، این بیزینس آنلاین رو داشته باشم، مخصوصا این بیزینس. حالا من بیزینس های دیگر رو نمیدونم و فکر نمی کنم مثلا همچین چیزی توش باشه. مثلا آمازون که میدونم نداره همچین چیزی، ولی شما میتونید بعد از 5 سال 6 سال که کار میکنید توی این بیزینس یه پول بازنشستگی خیلی خوب بگیرید. امیدوارم جوابتون داده باشم. اگه حالا باز بعضی چیزا رو ملیحه جان شما فکر میکنید که من نگفتم، لطف کنید بگید. نه، همه چیزای اصلیشو شما گفتین. ملیحه جان در مورد همین پلن بازنشستگی اتفاقا یکی از سوالات ما از شما بود. آره. میخواستیم بدونیم که این پلن بازنشستگی در واقع چگونه عمل میکنه، بعد از چه مدت و چطوری هست؟ آیا تغییر پیدا میکنه مقدار در واقع لیمیتش یا یک چیز ثابتی هستش؟ اگه اینو یه مقدار توضیح بدیم ما ممنونتون میشیم. خواهش میکنم. ببینین همونجوری که نسرین جان گفتن، به حساب فرق بزنس ما با کارهای بیرون خب بستگی به کشورها داره. مثلا بعضی کشورها تا سن 65 سالی کار میکنن بعد بازنشسته میشن، یعنی دیگه از اون کار باید بیان بیرون. اینجوری نیست که حساب میگم ما بازنشسته میشیم ولی بازم میخوایم بیایم کارم بکنه، اینجوری نیست. وقتی که بازنشسته میشن از کار میان بیرون، حقوق بازنشستگی براشون بسته میشه. واقعا حقوقی نیست که دیگه بتونن پس انداز کنن، مثلا مسافرت ها برن، همینقدر حقوقی میگیرن که بتونن بلاشون رو بدن. و بعضی هم هستن که اگه حتی زودتر مثلا بیرون میشن یا مریضی دارن یا چیزی دارن که دیگه نمیتونن ادامه به کار بدن، بازم اینجوری نیست که دیگه یا جای کارشان یا دولت مثلا بهشون حقوق ببنده که دیگه برابر حقوق کارشون بوده، یه چیزی میده که مثل همون چیز بازنشستگی. ولی جای ما که هست، بزنس ما که هست، ما که شاید دوستان شنیدن مثلا میگن که 3 تا 5 سال، یعنی به این دلیل است که بستگی داره به تو این بزنس. خب همه ما که کار میکنیم هر کسی روی بزنس خودش کار میکنه و بستگی به وقت و زمانی که دوستان میدن. یکی هست تو این بزنس پارت تایم کار میکنه، یکی هست فول تایم کار میکنه دیگه. اون به بستگی به سرعت دوستا داره که بعضی آدم طول 3 سال طول میکشه، برای بعضی دوستا 5 سال که به یک دوره میرسن. چون این بزنس ما همیشه یک چیزیه که برای کوتاه مدت نیست، برای چیز دراز مدته و به خاطر همین خوبیایی که این کار ما داره، بعضی وقتا درآمدی که ما میسازیم مثلا از کسایی که از ما زودتر هم اومدن بیشتره، چون این بزنس جا داره که هی آدم داره رشد کنه. وقتی که به اون مرتبه‌ای که رسیدیم که به حساب بعد از 3 سال 5 سال به اون رتبه رسیدیم که به حساب ما بهش بازنشستگی میدیم، یک پول ثابتی رو کمپانی به ما میده که به حساب $5,000 هر ماه میاد، بخوای نخوای میاد. در کنار از اون ما هنوز داریم بزنسمون رو ران میکنیم، هنوز ادامه میدیم، یعنی در کنار اون درآمدهای دیگه هم داره که اصلا دیگه یعنی واقعا این پتانسیل بزنس اینقدر بالایه که آدم هرچی از خوبیاش بگه یعنی کمه. یعنی فکر کنین که هر ماه براتون اون پول ثابت داره میاد و در کنارش دارین درآمدهای دیگه هنگفت دیگه هم در کنارش دارین میسازین. کجای مثلا بزنس میده. ولی خب باید
زحمت بکشین. تو هر کاری زحمت هست، تلاش هست. بله، ما که نمیگیم مثلا شما بیاین یک شبه پولدار میشین. خب باید مثل هر کاری دیگه باید سر این بزنس هم وقت بذاریم، هر روز باید سرش کار کنیم. ما که میگیم مثلا از 1 ساعت 2 ساعت 1 ساعت، بالاخره باید سر بزنستون کار کنیم. و همونطور که گفتم هرچی بیشتر خب تلاش بیشتر، خب نتیجه هم بیشتر. و دوستان، خیلی از دوستا صدها نفرها هستن که خیلی هم تازه بیشتر از این رقمی که میگن توی ذهنم نیستم و که یعنی به این رقم رسیدم. و خیلی ها دیگه هم هستن که دیگه چیزی نموده به این چیز بازنشستگی برسم و بعد از اون باز یک رقمای دیگه داره، رتبه‌های بالاتر داره که اون باز این یعنی چند برابر از اون میشه که به اون بازی بازنشستگی بالاتر، حقوق بالاتریه که یعنی هر ماه اونو بهت میدن. چی سر بزنست مثلا بخوای 1 ساعت کار کنی، چی سر بزنست 5 ساعت کار کنی، اون حقوقی که ما بهش میگیم بازنشستگی اون دیگه میاد، اصلا استاپ هم نمیشه. تازه خوبی اینه که به هر دلیلی که یک اتفاقی به ما بیفته، خدای نکرده انشالله همه بالای 100 سال عمر کنیم، ما میتونیم اونو ارث بذاریم برای بچه‌هامون، برای نسل بعدیمون انتقالش بدیم. این خیلی خوبیای دیگه داره. من مثلا اگه کار معلمیمو ادامه میدادم تا به چیز بازنشستگی برسم، خب اون بازنشستگیم برای خودم بود. من که نمیدونستم اونو دیگه ارث بذارم که اوکی من مثلا به هر دلیلی حالا نباشم توی این دنیا، مثلا حقوق بازنشستگیمو بدم به فرزندان. ولی توی این بزنس مثلا هر اتفاقی بیفته کانتینیو میشه، اونو به فرزندامون همینطور به همون درجه که بودیم همونطور کانتینیو میشه به فرزندامون و اونا همچنین ادامه میدن و بیشتر رشد میکنن در این بزنس. و این یکی از خوبیای دیگه این بزنسه. ملیحه جان، اتفاقا سوال آخر من همین بود که شما جواب دادید. دستتون درد نکنه. خواهش می‌کنم یه جورایی به هم کانکت داشت، میدونیم. بله، خیلی هم عالی. خواهش میکنم. مرسی. سلامت باشید. من دیگه سوالی ندارم، شما همه چیز رو جواب دادین، خیلی قشنگ. البته من تشکر بکنم از کسایی که دارن ما رو نگاه میکنن. ممنون ازتون. منم همینطور تشکر میکنم از حفیظه جان، نیلوفر جان، سمیه جان، مرسی. سپیده، شیرین، شبنم، مرسی. فرهناز، یه دونه فالوور عزیزم هست که نمیدونم اسمش دقیقاً چیه، جونی. ممنون ازتون که دارید ما رو نگاه میکنید. مرسی. حالا اگه آخر چیزی مونده میخواین اضافه کنید به حرفامون. ممنون، دستتون درد نکنه. دیگه نمیخوایم دوستان خسته کنیم چون یعنی طولانی ترش کنیم. دستتون درد نکنه. ممنون از اینکه ما رو خواستین. خوشحال شدم از آشنایی با شما، از نزدیک صحبت کردم. دوستان، ما روزهای سه شنبه و پنج شنبه وبینار داریم که امروز سه شنبه است. الان خب 1.5 ساعت از ورکشاپ گذشته. وبیناری که پخش میشه زحمتش رو تمامش رو کمپانی میکشه، برنامه ریزیشو میکنه، لایف هست و مجانی است. شما میتونین اطلاعات و 3 پایه اصلی توی این وبینار گفته میشه که خیلی مهمه. حتما به حساب تماس بگیریم و لینک ورکشاپ دریافت کنیم. این اطلاعات اولیه رو به دست بیاریم و توی خود همین وبینار به شما قدم‌های بعدی رو میگن. ولی به هر دلیلی که نمیتونین این ورکشاپ رو زنده ببینید اشکالی نداره. خب زندگی دیگه، یکی مصروف اینه که غذای بچه‌هاشو میدم، آمادگیشون رو میگیرن که برن بخوابن یا هنوز سر کارین. خوبی این ورکشاپ اینه که باز دوباره براتون ریپلیشو میفرستم. بعد هر موقع که وقت داشتین میتونین نگاه کنین. و دوستان، دنیای آنلاین شده، از این موقعیت استفاده کنین. و الان که مثلا شرایط آسان‌تره، بهتره، مثلا چون میبینین هر روز داره چیزای تکنولوژی اپدیت میشه، بیاین حتما خودتون بررسی کنین. اگه تونسته زندگی هزارها نفر رو تغییر بدید، اگه تونسته هزارها نفر به دوره بازنشستگی برسن و بتونن سفرهای زیاد برن، مسافرت کنن، خونه بشینن، کار بیرون کمتر کنن. 3-4 تا جاب داشتن، الان مثلا تمام کارهای بیرون رو ول کردن. خیلی‌ها چون کار بیرونشون هم علاقه دارن، براشون دیگه
مثلا مسئولیت‌های زیادی توی زندگی ندارن، کار بیرونشون هم ادامه میدم، بزنسم تونسته اونا رو به منفعت‌های زیادی برسونه. ولی چون من خودم هم کار معلمیمو دوست داشتم، واقعا بچه‌ها رو دوست داشتم، ولی دیگه به خاطر اینکه دوست داشتم پیش نواسام باشم و اونا رو نبره دخترم دیکر هر صبح زود، خودم کارم رو ول کردم. ولی خیلی ها هستن چون واقعا مسئولیت خونه ندارن، تو خونه حوصله‌شون سر میره، هر دو کار دارن انجام میدن و منفعتاشون رو میبرن. مگه من تونستم از یک مادر بزرگ با مسئولیت‌های زندگی زیاد تونستم به این رتبه ها در بیزنس برسم، به این منفعت ها برسم و دوستای دیگه نسرین جان و آنی جان و آنایتا جان، حتما شما میتونین به خودتون باور داشته باشین، بیاین از نزدیک ببینین و اون موقع تصمیم بگیرین. مرسی ملیحه جان. بسیار ممنون از شما، واقعا کامل و اصلا چی بگم اینقدر کامل همه چی رو تند و تند میگن دیگه جایی برای ما نموند. خواهش میکنم. و نسرین جان برای حسن ختام چیزی نداریم برای گفتن دیگه؟ نه، من فقط خواستم تشکر کنم از شما و آنی جان که دعوت کردین من و ملیحه جون رو. خوشحال شدم که باهاتون آشنا شدم و صحبت کردم باهاتون. دستتونم درد نکنه. هر کدوم از دوستای عزیزی که میخوان این ورکشاپی که ملیحه جون گفتن ببینن، میتونن اون وبسایت های ما یا اسممون رو کلیک کنن و میتونن ورکشاپ رو، میتونن اسم و ایمیلشون رو ریجستر کنن یا اینکه اسم و ایمیلشون رو برای ما بفرستن و ما ریجستر کنیم و این وبینار یا این ورکشاپ فری رو که 3 ساعت هست رو ببینن یا به ما پیام بدن تا ما بیشتر اینفورمیشن بهشون بدیم. ممنونم از شما که ما رو دعوت کردید. خیلی ممنون. خیلی ممنون از دوستان عزیزی که ما رو دیدن تو این برنامه. مرسی از شما که دعوت ما رو پذیرفتین. آنی جان شما چیزی برای گفتن نداری؟ نه، بازم تشکر میکنم از همه. ایشالا که هر جا که هستن خوش باشن، شاد باشن، تنشون سالم باشه. شبشون هم بخیر. شب بخیر. خدا نگهدار. من هم از تمام شما خداحافظی میکنم و تا فردا شب خوش.